ما یک روز یک کسی صحبت میکرد، یک دکتر سه، ما گفتم همه قدری که مردم به تو عقیده دارن و به تو یقین دارن در عصر امروزی، به تو دکتر، اگر اینمه قدر عقیده به خدای عزوجل می داشتن یا بسیار مؤمنای بزرگ می بودن. اگر یک کسی را یک دکتر طب بگویه که روغن نخو، چربی نخو، برات نقص میکنه، فوراً چربی را ترک میکنه. اگر بوش بگویه که شیرینی نخو که شکرت زیاد میشه، فوراً اگر بکشیش هم میگه نه 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 مرا دکتر منع کرده، گفته که شیرینی نخو. ولی وقتی که برش بگی که خدای عزوجل میگه که اینی کار نکو، در مقابل از 100 دلیل پیدا میکنه. این حالا کجاست علامه ایمان و نشانه ایمان در انسانه که این انسان ادعای ایمان میکنه؟